بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، بر خالق عزوجل، تنها خالق و تنها مالک، تنها مدیر و تنها مدبر، تنها سبب ساز و تنها سبب سوز. کارها همه و همه تنها در دست توانای قدرت اوست و بس. و هیچ کسی را در ملک و ملکوت خود، در ولایت خود، در سلطنت خود، در قدرت خود شریک ننموده است، نه امامی را نه امامزاده ای را، برخلاف آنچه که روحانیت های دجال دین فروش با غلو و افراطی که می کنند در هر دینی بشر را خدا می کنند، صفات خدایی بهش می دهند تا اینکه دکان باز کنند. خداوند برای اینکه مردم دچار چنین شکارچیانی نشوند پیغمبران فرستاده با کتاب‌های روشن. درود خداوند بر اون پیغمبران راستین از آدم تا خاتم، به خصوص به سرورشان و پرچمدارشان و امامشان و رهبرشان جناب محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. درود خدا بر او باد که با تحمل رنج‌های فراوان گنج آسمانی توحید و خداشناسی را به ما آموخت. و درود خداوند بر عطرت طاهرش، بر نسب پاکش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان، نه مادران بی تربیتان و سبابان و شتامانی که چند نفری از اهل بیت را خدا کرده اند و بقیه دسترنج محمد را به استهزا گرفتند، در صورتی که یاران محمد شاگردان مکتب نبویش هستند که به پیامش چنگ زدند، به کتابش ایمان آوردند و چنان جان و مال خود را در این راه فدا کردند که خداوند خیلی صریح و روشن از اونها اعلان رضایت نمود در قرآن و به همه مؤمنین در بستر تاریخ، در طول تاریخ توصیه کرد، چه اهل بیت و چه غیر اهل بیت، که به نیکویی از اونها پیروی کنند، نه اینکه چون شوربختان کوردل زال مذل مدعی تشیع از اونها بدگویی کنند و تکفیر کنند و تفسیقشون کنند. و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، به خصوص در کردستان، در بلوچستان و بقیه شیرمردانی که در سراسر ایران در مقابل این دژخیم ولایت فقیه موضع
مجلس پوشالی استعفا داد و غیرت دینی و بلوچی خودش را نشان داد و امیدواریم که بقیه نمایندگان بلوچستان و کردستان همچین غیرتی را خدا نصیبشون بکند تا از لکه ننگ این مجلس بر دامنشان ننشیند در چنین وضعی که این مجلس و این دولت و این نظام مشغول ریختن خون مسلمانان می باشد. بقای در این مجلس گناهی بزرگ است و تأیید ظلم است، بلکه داخل رفتنش خودش یک ظلم بود، همچنان که بارها عرض کردم. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار و مسرف بر خویش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والو رسیدیم به آیه شریفه 10 از سوره مبارکه ابراهیم علیه ولنبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. رسولان بگفتند آیا شما نمایید شکی به یکتا خدا؟ پس طرف وحی خداوند رسولانند، پیغمبر تراشان دروغین که بعداً امام تراشان دروغین شدند. امام تراشان دروغین وارثان پیغمبر تراشان قدیمند، وارثان سجاهند، وارثان بقیه افرادی هستند که به دروغ ادعای پیامبری کردند، طرفی نبستند، کنیست و کلیسا و آتشکده یادشون داد که با امامت شروع کنند. رسولان بگفتند آیا شما نمایید شکی به یکتا خدا، خدایی که این آسمان و زمین بود در ید قدرتش این چنین. این آقایون میگن دست فرمانده هستی امامه، قرآن میگه خداونده، اینا میگن امامه و خود امام هم که ادعایی نکردن، به دروغ اینا بهشون نسبت میدن. شما را خداوند بر مغفرت کند دعوت و بخشش و مرحمت، ز تعجیل اندر عقوبت خدا بخواهد شما را نماید رها. چو پیک اجل ناگهان در رسد، دیگر مهلت مردمان سر رسد. ولی باز دادند آن کافران چنین پاسخی را به پیغمبران. شما را ندانیم زین بیشتر، که هستید چون ما شما هم بشر. نمایید دعوی پیغمبری، که گردیم از دین قبلی بری. از آنجا نیاکان ما پیش از این، پرستش نمودند روی زمین. چو هستید مبعوث پروردگار، دلیلی بیارید بس آشکار.
رسولهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. رسولان ایشان، باز عرض میکنم، نه امامانی که دجالان امام تراش اونها را از پیامبران هم بالاتر بردند، از اونها خدای بشری درست کردند، درست مثل عیسی پرستان. قرآن یک جا اماما رو خطاب نمیکنه، بلکه 100 جا امامت رو رد میکنه. قالت رسولهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. رسولانشون بهشون گفتند آیا در خدا شکی است؟ آن خدایی که هستی دهنده آسمان ها و زمینه. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی. شما را دعوت میکنه، شما را میخونه تا از گناهان شما بیامرزه و شما را تا مدت معینی مهلت بده، مرگ شما را عقب بندازه. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين. گفتند اون قوم یا اون اقوام گفتند که شما نیستید مگر بشری مانند ما که میخواهید ما را از پرستش آنچه که پدران ما میپرستیدند باز دارید. پس دلیل روشن یا دلیل روشنی برای ما بیارید. جمله افی الله شک این دلالت بر این داره که در وجود خدای عالم قادر شکی نیست، یعنی فطری هر بشری است، فطرت هر بشریه. لذا شما وقتی مثلا خدا نکرده یه طفلی یک ضعیف سیلی بزنید، فوری فریاد میکشه چرا زدید؟ این چرا زدی معنایی درش هست، یعنی فطرتا میدونه که یک انسان فاعل مختار به سیلی زده و با فطرتا هم درخواست میکنه که جزایی به کسی که به سیلی زده باید وجود داشته باشه و وجدانش به جزا قضاوت میکنه. و دیگه این که فطرتش قضاوت میکنه که باید قانونی باشه، مقننی باشه که کمیت جزا رو مشخص کنه، معین کنه. و جمله این انتم الا بشر مثلنا این دلالت داره که کفار 3 دلیل بر رد پیغمبران داشتن که هر 3 دلیلشون 3 شبهه بیش نیست. اولین شبهشون اینه که تمام افراد بشر که در تمام ماهیت مساویان، بشرات در ماهیتشون در وجودشون مساویان، اینطوری نیست که یکی دو گوش داشته باشه که 10 گوش، یکی 2 چشم که 10 چشم، در ماهیت مساویان. ممکن نیست چون این تفاوتی پیدا کنن که یکی رسول از طرف خدا گرده. چرا ممکن نیست؟ این چه ربطی به اون داره؟ این از معنویاته، اون از مادیاته. و از غیب خبر بگیره، با فرشتگان مربوط باشه. مگه در استعدادها انسان ها یکی هستن؟ در اخلاق انسان ها یکی هستن؟ در معنویات انسان ها یکی هستن؟ در یک دین انسان ها یکی هستن؟ هر کسی درجه ترقی در معنویات درجه ترقی خودشو میپیمایه. واسه یک مغلطه بود. شبهه دومشون تقلید از آبا و اجداد بود. میگفتن بعیده که آقا هزاران نفر از آبا و اجداد ما، علمای ما، بزرگان ما نفهمیده باشن، آیت الله فلان نفهمیده باشه، حجت الاسلام فلان نفهمیده باشه، شما فهمیدی؟ و یک نفر فقط بطران که مقصود پیامبران باشه، بطران راه ما رو فهمیدن. اینم مغلطه بیش نیست. شبهه سومشون این که شک داشتن در اینکه این انبیا دلایلی بر صدق خودشون داشته باشن. آیا دلایلی دارن یا خیر؟ ورزه میکنن دلیل روشنتری بیارید، موضوعی که دلخواه ماست بیارید. حق تعالی در آیه بعدی اینا رو جواب میده. لیکن در این آیه شریفه افی الله شک کن، آیا در وجود خدا شکی هست؟ خداوند این سوال مطرح میکنه. این یک نوع خطابه که شما وقتی چنین سوال مطرح میکنید
به مخاطبت گویا که نمیذارید از ذهن جز جوابی که خودت میخوای خارج بشه، بلکه از جوابش مطمئنید، میدونی که این حرف در ذهن خودش میچرخونه، بعد همون جوابی رو که شما میخواید میده چون جواب دیگری نداره. ولذا اینجا نمیفرماد که لا شک فی الله، در خدا شکی نیست، به شکل خبری درش نمیاره که قابل تکذیب باشه، یکی بگه نه این حرف دروغه. با وجودی که مستمعان، مخاطبان دشمنان انبیا هستن، ناباورانن، لیکن قضیه رو به شکل سوال در میاره، برای که اطمینان داره که این حرف رو در ذهنشون میچرخونن، بعد همون جوابی را که خداوند میخواد اون جوابو از دهنشون میارن بیرون. لیس فی الله شک، در خدا شکی نیست. و برشون دلیل میاره که هیچ شک شبهی درش نیست، دلیل بسیار قویه. فاطر السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین، آفریننده این هستی، آفریننده آسمان ها و زمین. فاطر چیزی رو میگن، اون ذاتی رو میگن که بدون اینکه مثال سابقی، نمونه سابقی وجود داشته باشه یه چیز رو خلق کنه. درست مثل قول خداوند جل جلاله در سوره بقره جزئی از آیه 117 بدیع السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو ابداع کرده، بدون هیچ نمونه سابقی اونها رو ذکر کرده، خلق کرده. هیچ کسی قادر نیست که مثل آسمان ها و زمین خلق کنه و خداوند اونها رو بدون نسخه برداری نکرده. بشر هر چی خلق میکنه نسخه برداریه تقریبا، یا کشف میکنه یا نسخه برداری میکنه. کشف میکنه یعنی قوانین هستی رو کشف میکنه، بوده، قرنها بوده، الان برای خداوند اجازه داده که روشن بشه برای بشر. ولی همین خداوند که این آسمان ها و زمین رو بدون هیچ نمونه سابقی، بدون هیچ مثال سابقی خلق کرده، همین خداوند انسانو سرور این کائنات قرار داده، سرور این کائناتی که خلق کرده، همه این کائنات در خدمتش مسخر باشه، تا اینکه انسان گمان نکنه که ایجاد خود انسان از خلقت آسمان ها و زمین مهم بزرگتره. ولذا خداوند فوری انسان برای که مغرور نشه توجه میده لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، همانا خلقت آسمان ها و زمین خیلی بزرگتر از ایجاد مردمه. شما اگر خورشید رو نگاه کنید، از خود سوال کن چند نسل، چقدر از نسل ها از این خورشید استفاده کردن، از گرمیش، از نورش، از انرژیش. هیچ کسی تعداد اون نسل ها رو نمیدونه، برای که خورشید قبل از اینکه بشر خلق بشه خلق شده. هر انسانی اومده اینجا از این خورشید استفاده کرده، بعد خودش رفته، زندگیش در اینجا طی کرده، دوباره رفته سوی مرگ. ولذا امام فخر رازی تهرانی، تهران اسم قدیمش ره، هنوز هم که هنوزه، بعد از 5 قرن سنی زدایی جنوب تهران ره نامیده میشه، شهر ره. این مفسر بزرگوار مثالی میزنه، میگه این مثال رو کسی نمیتونه منکر بشه و دلالت بر فطرت در ایمان میکنه. میگه که خداوند به انسان این مهلت رو نداده که به سن عقل برسه، به سن رشد برسه بعد ایمان بیاره، بلکه قبل از اون این استعداد رو برش داده. مثال میزنه یه بچه کوچکی رو، یه کودکی رو که برادرش رو میزنه. خب اینجا اون برادر کوچکتر فوری متوجه سوال میکنه کی منو زده؟ چرا منو زده؟ این کی و چرا فوری براش مطرح میشه. با وجود که بچه کوچکه، 5 ساله، 4 ساله، مکلف نیست، 6 ساله، 7 ساله.
برای که انسان از همون ابتدا خداوند در فطرتش ایجاد کرده که هیچ چیزی بدون فاعل نیست، هیچ چیزی خود به خود رخ نمیده. و فرض کنید که بچه رو صندلی نشسته، بچه دیگه میخواد بیاد بشینه، اونو بر میداره به زور، مثلا میخواد بشینه، میدونه که یک صندلی جای دو نفر نیست، جای یه نفره. صندلی این هستی فقط متعلق به خالقشه، دیگران کاری نیستن. امام ها و امامزاده ها و پیرها و پاتال ها و قلندرها همه این بت ها رو دیگران بت کردن، خودشون چون این بتی نبودن. همچنان که در روی یک صندلی بچه کوچک به فطره میدونه که جای دو نفر نیست، این استعداد خداوند در فطرت آدمی گذاشته. انسان با فطرت خودش میدونه که یک خالق یکتایی بر این هستی هست. پیامبران که میان این استعداد رو رشد میدن. فاطر السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین. نشانیش این آیه های بزرگ در کائناته. بعد میاد با این قل یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اینم دلیل من خدایم، اینم دلیل منه، آسمان و زمین رو برای تو خلق کردم، شما رو به سوی خودم میخونم تا اینکه از بعضی از گناهانتون رو معاف کنه. و این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر رحمت، دلیل بر حکمت، دلیل بر قدرت، دلیل بر محبت، دلیل بر دیکتاتوری نیست، دلیل بر کشتار نیست. برداشتی که داعش و 100 برابر بدتر از داعش روافض در طول تاریخ انجام داده اند. خوارج و روافض دو مصیبت بزرگ بودند بر اسلام که دشمنان اسلام اونها رو ایجاد کرده اند با روش‌های قدیم و جدید. اگر خمینی را دشمنان اسلام فرانسه نمی بردن، ایران و منطقه اینجوری گرفتار نمی شد. و قصه لحاظا اینجا میفرماد که لیغفر لکم من ذنوبکم، نفرمود لیغفر لکم ذنوبکم، با وجودی که خطابش به کافرانه، به ناباورانه، به دشمنان انبیاست، با کسانی که انبیا رو به چالش میطلبند. اما در خطاب به مؤمنان، به باورمندان، به کسانی که با خداوند قرارداد ایمانی بسته‌اند، یک طرف قرارداد با خداوند شده‌اند، از دوستان خدا شده‌اند، بهشون میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی با من خداوند قرارداد بسته اید. قرارداد خداوند هم با شهادتینه، نه با 3 شهادت که شهادت سومی را که قالیان امام تراش کذاب دجال ایجاد کرده اند خود علی نفرموده است و با این شهادت سوم کل شهادتین اول و دوم بی‌معنا کرده اند به زعم خودشون. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را راهنمایی بکنم به تجارتی که شما را از عذاب علیم دردناک نجات میده؟ اون چیه؟ تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیارید، و رسوله، و رسول، نه امامزاده. اگه امامتی در دین می بود، اگر روحانیت دجال امام تراش راست می گفت، یک آیه در قرآن صریح می بود که نیازی به بازی کردنش نباشه، نیازی به چالی چاپلین بازیش نباشه. تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسولش داشته باشید. و تجاهدون فی سبیل الله، و در راه خدا جهاد کنید با اموالتون و انفستون، خودتون با جانتون. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این براتون خیلی بهتره اگه میدونید. اینجا نمیفرماید یغفر لکم من ذنوبکم، اینجا میفرماید یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون رو میبخشه. وقتی خداوند مؤمنان مخاطب قرار میده، خطابش فرق میکنه تا با ناباوران و دشمنان انبیا رو. یا که مقصود از این سخن لیغفر لکم من ذنوبکم، این بخشش گناهان بزرگ باشه.
بلکه گناهان کوچک، گناه صغایر ذنوب با انجام فرائض و عبادت ها پاک میشه. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید نمازهای پنجگانه جمعه تا جمعه که فردا روز جمعه است، خداوند نمازگزاران جمعه شهرهای بلوچستان را از شر خونخواران ولایت و قذابان امامت حفظ نماید. بخصوص که بعضی از شایعات یا بعضی از اخبار میگه که سپاه پاسداران لباس های بلوچی زیادی تهیه کردند. خدا داند که فردا تصمیمشون در کجاست. خداوند ملت مسلمان را از شر اینها حفظ کند. پیامبر اکرم میفرماید که نمازهای پنجگانه جمعه تا جمعه، یعنی نماز جمعه تا نماز جمعه، کفاره بینشونه مادامی که گناه کبیره انجام داده نشه. اگر گناه کبیره انجام ندادید، گناهان صغیره رو این عبادت ها پاک میکنه. بعدش میفرماید و یؤخرکم الی اجل مسمى، شما را تا مدت معینی به تأخیر میندازه. اجل اون میادگاهی است خداوند مشخص کرده برای یک حادثه و اگر خداوند بخواد همه رو یک بارگی از بین میبره. فخسفنا به و بداره الارض، ما خودشو و به خانه‌شو، قارون میگه، قارون خامنه زمانه، خودشو خانه‌شو به زمین فرو بردیم، زمین بلعیدش. یا اینکه اجل مسمى مقصود روز قیامت باشه. لیکن دشمنان انبیا معمولا با عنادند، مثل روافض امروز با جدالند. ولذا میگفتن ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. شما بشری مثل ما هستید، میخواهید اونچه که پدران ما عبادت کردن ما را ازش باز دارید. این شد منطقشون. امروز همین منطق متاسفانه در میان بعضی از مسلمانان عامی هم اومده. آیا بزرگان ما نمیدونستن؟ شما میدونید؟ یعنی چی؟ هر کسی که این سوال مطرح میکنه هنوز به مستوای بلوغ فکری نرسیده، دلیل نمیفهمه. ولذا دشمنان انبیاء به پیامبرانشون میگن که ما به جای اینکه از شما پیروی کنیم ما تقلید آبا و اجداد میکنیم. اگر اندکی فکرشون رو به کار میبردن میدونستند که اگر تقلید در جامعه رواج پیدا کنه هیچ پیشرفتی به وجود نمیاد. همه پیشرفت های دنیا از اینجاست که یک نسل بر نسل دیگه تمرد میکنه، تقلید نمیکنه. چرا این دشمنان انبیا یا کافران اصرار در حفظ تقالید و آبا و اجداد دارن؟ مگه خودشون عقل ندارن؟ و خودشون فکر ندارن؟ فرزندان نسل بعدی وقتی که در همه چیز پیشرفت میکنه، چرا خودشون به تقلید آبا و اجداد در عقاید اکتفا کردن؟ به هم اکتفا نمیکنند، بلکه از پیامبران میخواند که سلطان مبین بیاره. سلطان مبین گاهی بر یک جبر آسمانی تعبیر میشه، هیچ کسی مثل کوهتور رو بار سرشون بگیرن. گاهی به حجت و دلیل گفته میشه که انسان بالفعل قانع کنه. دین امکان نداره با زور منتشر بشه. دین زورکی به درد نمیخوره. به قول علامه برقعی خدا رحمتش کنه میگفت رقص آزاد در واشنگتن بهتر از دین زورکی در تهرانه. نتیجه دین زورکی اینه که خامنه ملعون فحش‌هایی رو میشنوه که در تاریخ ایران به هیچ رهبری داده نشده، چه در داخل چه در خارج. در طول تاریخ ایران، چه در زمان زردوشی چه در زمان
اسلامش در زمان تشیعش چنین پوشهایی هرگز به رهبری داده نشده. هنوزم شرم نمیکنه، هنوزم خجالت نمیکشه. شاه یک کلمه شنید رفت بیرون، به خودش احترام گذاشت. دین نمیتونه زورکی باشه، بلکه دین انسان باید در قلب خودش قبول کنه. قلب کسی رو که نمیشه به زور وادار کرد که. ولذا خداوند خیلی واضح روشن میفرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در دین اکراهی نیست، هدایت از ضلالت بیان شده. وقتی که هدایت بیان شده اکراه مجالی نداره، هر کسی خود اختیار داره قبول کنه قبول نکنه. چطور انسانو قلبشون شما میخوای به زور تغییر بدی؟ و دین باید با بصیرت و با آگاهی انسان اونو بپذیره. دین تقلیدی باد آورده رو باد میبرد، بخصوص امروز در این عصر روشنایی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. انشاءالله که همین آیه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. بریم سراغ کلیپ هاتون. مولانا گورگیج خدا حفظش کنه. آیا رئیس یک کشور که در راس امور قرار گرفته مسئول نیست؟ اگر مسئول نیستن چرا اسم خود را گذاشتن مسئولین امر؟ چرا اسم مسئولین امر؟ سائل نیستن، مسئولین امر. امروز این علمای اهل سنت هستند که فریادشون بلنده بر حق خواهی. مراجع شیعه که این همه عربده میکشنند که ما همیشه با دستگاه نبودیم، ببینید که همه ساکتند، خفه خون گرفتند، دروغ میگفتند. مولانا این حدیث را گفته راهبر بزرگوار در راس امور بود، این قضیه را باید خودش دنبال میکرد و هنوزم دنبال بکند. اون همین رهبر خاره که خودش این دستور داده، لیکن جو خفقان طوریست که هنوز مردم اسم رهبر رو نمیتونن مستقیم بیارن. اگرچه در خیابون ها افتاده، مردم در خیابون ها خود رهبر رو مسئول میدونن و شیطان اصلی، فتنگر اصلی در این مصیبت ها همش خود رهبره. کسانی که به حق ملت بلوچ و سایر اقوام ظلم کردند باید اونا مجازات بشوند و اونا رو مردم بشناسند که چی کسی این نانجاری را آوردن. پس خود رهبر بودن محاکمه میشه. این افرادی که امامه های دارن شاید 12 کیلو باشد، پران آمدند و حتاکی حساب کردن، بی حرمتی حساب کردن، گستاخی حساب کردن. اگر از پیغمبر مردم سوال نمی کردن، از خلفای راشدین سوال نمی کردن. نمی آمدن جای پیغمبر. حتی یکی به پیغمبر گفت از بیت المال چیزی خواند، گفت پیغمبر تمام چیزی به دست من نیست. به پیغمبر گفت این بیت المال مال پدر شما که نیست، من از تو بخوام، مال من هست، مال این ملته. بیت المال در اختیار چه کسی هست؟ مال همه ملته. نفت ملیه، منابع طبیعی ملی هست، همه چیز ملی هست. سهم ملت کجا هست؟ ما سهم ملت را میخواهیم، ملت سهم خود را میخواهد. همه اقوام، همه مذاهب رنگین کمان ایران برای محترم. ما نمیخواهیم که
ترک از کرد و پارس از بلوچ و ترکمن از گیلانی و مازندرانی و عرب و غیر جدا بشوند. همه ما فرزندان یک آب و خاک. 4 چیز برای من محترمه: 1 خاک وطن، 1 پارچگی کشور و ملت، 2 دین، 3 ناموس. و برای مردم بلوچ خصوصا علمای ربانی خط قرمز اونا شیخ الاسلام خط قرمز همه ما هست. همه ملت، همه آل سنت، خصوصا افتخارا میگویم چون از قوم بلوچه، افتخار بلوچه. حفظه الله و رعاه. شما جمله های شیخ الاسلام توهین حساب نکنید. آقای بزرگواری که تو آیه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار را خوانده، آیه 29 سوره فتح را، اونایی که بلوچا را کشتند اینا کفار بودند که اونا اشداء علی اونا بودند یا رحما بینهم بودند؟ کسی که رحما بینهم مثلا به گلوله از پشت و از پیشانی و از سینه و از این قسمت ها اون را میزند تا بمیرد. برای ما فرق نمی کند چه کرد بمیرد و چه بلوچی، چه ترک و چه ترکمنی، چه فارس و چه گیلانی و مازندرانی. همه ملت ایرانم و فرزندان این آب و خاکم. همه سربازان این مرز و بوم هستند. پس برای ما آب و خاک خط قرمز ماست. اتحاد کشور و اتفاق کشور و اتحاد اقوام و مذاهب برای ما خط قرمزند. دین و مذهب برای ما خط قرمزه، ناموس برای ما خط قرمزه، علمای ربانی برای ما خط قرمز هستند. هی ما را میترسانند که شما را 2 نفر تهدید به ترور کردند، مولانا عبدالحمید و مولوی گرگیجه. من میگویم سر به کف، سر بلند. تکبیر! 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 سر به کف، سر بلنده. تکبیر! سرباز هیچ چیزی را از دست نمیدهد، بازنده نیست. سرباز بازنده نیست. هل یتربصون بنا الا احدى الحسنیین، که این منطق القرآنه، یا شهادت یا پیروزی. تکبیر! جان ناچیز من عزیزتر از جان جوانی که هنوز یک گلشم شکفته نشده بالاتر نیست. تکبیر! جانم فدای کشور. تکبیر! جانم فدای ملت. تکبیر! جانم فدای قرآن. تکبیر! جانم فدای دین اسلام. تکبیر! جانم فدای همه خوبی ها. تکبیر!
سازمان ملل فراخوان سازمان ملل عنوان کرد تا 25 نوامبر فرصت است که اگر مدارک یا شواهدی از شکنجه و جنایت در ایران دارید می توانید از طریق ایمیل زیر آنها را ارسال کنید. HRC-TORTURE@un.org لطفاً به همه ارسال کنید. حتی اگر در تظاهرات از نیروهای سرکوب کوتاه خورده اید و از این موضوع عکس یا فیلم یا گواهی پزشک دارید، به این آدرس ایمیل کنید. حتی اگر توضیحات خود را به زبان فارسی هم بفرستید اشکالی نداره. اگه بتونم بزرگترش کنم بهتر بشه شاید. آره میشه بزرگترش کرد انشاءالله. بزرگترش کردم برای جمع آوری مدارک جنایات و شکنجه در ایران. اینم ایمیلشه. انشالله به همین زودی ها رخت از ایران میبندی. خامنه‌ای و بقیه اجامرش. وقایع‌نگاری جنایت نظام در زاهدان و خاص 40 روز بعد. چله یک جنایت در شرق ایران، خونهایی که جمهوری اسلامی در خیابانهای زاهدان بر زمین ریخت در یک جمعه سیاه در روز کودک کشی نظام. 8 مهر ماه مردم زاهدان همراه با خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی به پا خواستند در دفاع از دختری که فرمانده انتظامی چابهار به او تجاوز کرده بود و همینطور در همبستگی با خیزش زن زندگی آزادی که از چند شب قبل آغاز شده بود در زاهدان و چابهار. جنایت، لعنت به این ولایت. جمعه خونین از اینجا آغاز شد در مقابل کلانتری 16 زاهدان، وقتی ماموران به روی معترضین آتش گشودند. همزمان چند صد متر آن سوتر در مصلی اهل سنت زاهدان حاضران یکی پس از دیگری بر زمین می افتادند با شلیک ماموران، وقتی در خیابانها حمام خون بود. جنگی علیه مردم زاهدان با آمار دست کم 93 کشته که در میانشان نام 11 کودک دیده می شود، از جمله جواد پوشه، پسر 11 ساله‌ای که در محله شیرآباد زاهدان با شلیک گلوله به سر و گردنش کشته شد. نظام پس از 2 ساعت آتشباری خونین اینترنت را قطع و سیستان و بلوچستان را از ایران جدا کرد با تشدید سرکوب و انتشار اخبار جعلی. استاندار سیستان و بلوچستان اعتراضها را به گروه جیش العدل نسبت داد، اما هم خود این گروه و هم امام جمعه زاهدان تایید کردند که هیچ گروهی دخالتی در اتفاقات زاهدان نداشته. در سکوت خبری کشتار ادامه پیدا کرد. ماموران در شیرآباد زاهدان به پهلوی خدانور لجعی جوان 27 ساله گلوله جنگی شلیک کردند و مانع از رسیدگی پزشکی به او شدند تا جان بدهد در روز تولدش. جواد موبویی مستندساز نزدیک به دفتر خامنه‌ای در روایتش از زاهدان از شلیک تیربارها گفت و از قول یک بسیجی نوشت: آنقدر شلیک کردیم که لوله کلاشینکوف سرخ شده بود. رهبر جمهوری اسلامی که مرگ محسن‌ترین روحانیون وابسته به حکومت را تسلیت میگوید، در برابر قتل عام مردم بلوچ به دست مامورانش سکوت کرد.
مردم زاهدان اما عقب ننشستند و هر جمعه به نشانه دادخواهی تجمع کردند و علیه حکومت و دستگاه سرکوب شعار دادند. 29 مهر ماه مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان خامنه ای را مسئول کشتار مردم این شهر معرفی کرد. ایران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشون بالاخره همه مسئولم پیش خدای تعالی. مونا نقیب دختر 8 ساله اهل روستای آسپیچ در نزدیکی سراوان 1 آبان ماه هرگز به مدرسه نرسید. ماموران اطلاعات با شلیک به سرش او را کشتند. که سیاهی پیش آیم گوهر که تیر کن من ازم گوهر که تیر کردم گوهر رو کم دست اول بکن من گوچم گفتم تیر کردم بودو بات کنه را نسپران فرمان دام بفرمان کفرمان بات کفرمان یا مرد کیا من گوتر گوشی رو گفتیم دومی که من گوتر گوشی رو گفتی من گوشی دیپات کتزم جنم من پپتون زمین جمعن گفتم. شامگاه 5 آبان ماه شورای تامین سیستان و بلوچستان از برکناری فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر به دلیل قصور در جمعه سیاه خبر داد. اما مردم بلوچ روز بعد به خیابان آمدند علیه رهبر جمهوری اسلامی. 5 و 6 آبان ماه مردم سراوان به اعتراضها پیوستند. پاسخ حکومت باز هم گلوله بود. در خاش نیروهای امنیتی یک بار دیگر حمام خون را انداختند. دست کم 16 کشته با شلیک گلوله جنگی به سوی مردمی که با شعار و نهایتاً سنگ به خیابان آمده بودند. ماموران از پشت ساختمان فرمانداری به روی معترضان شلیک کردند. پاسخ مردم زاهدان به کارزار تبلیغاتی حکومت برای زدن برچسب جدایی طلبی به معترضان با این شعارها: مردمی که کنار معادن طلایی زندگی می کنند که میلیاردها تومان برای حکومت درآمد دارد، اما سهم فرزندان ایران در سیستان و بلوچستان شناسنامه های نداشته است و فقر و تبعیض. نقاط کشور گلوله های مشکی و پلاستیکی و در بلوچستان گلوله جنگی. من بگویید که آرزو اینجا ایران است. دست کم 118 کشته به روایت سازمان حقوق بشر ایران سهم آزادی خواهی مردم سیستان و بلوچستان. وقایع نگاری یک جنایت در جمهوری اسلامی 40 روز بعد. مردمی که در میانه کمبودهایشان در تحولی فرهنگی با خیزش انقلابی مردم ایران همراه شدند. مجتبی پور محسن، لندن. صدور حکم اولیه 3 سال و 6 ماه حبس تعزیری برای پاییزه براهویی. انشاءالله که خامنه ای از دنیا برود و ایشان چون حبسی نبیند. خداوند ملت را بر خامنه ای مسلط کند و انتقام مظلومان را ازش بگیرد. سلام، تلنگر و تذکر. این پیام را فردی که سالهاست موحد شده و از رافضیگری بریده در تلگرامش نشر داده. خدمتتان فرستادم تا خودتان مطلع باشید. برای پخش عمومی به نظرم مناسب و صلاح نیست، چرا که دشمن شاد میشه. خیر، وقتی شما چونی گفتی من میخواستم منتشرش کنم لیکن وقتی شما چونی گفتی من به نظر شما احترام قائلم منتشرش نمیکنم.
ای رهبری که راهبر خلق گشته ای، راهت بجز نشیب و خم و چال چوله نیست. قرآن به نیزه کرده ای و در سپاه تو جز ادعی الاغ دراز و کتوله نیست. گویا ولی عهد تو شد مجتبای تو، این ملک لانه تو و آن خوش طوله نیست. آن کارگر که حق و حقوقش به جیب توست، در سفره اش بجز سند قرض و غوله نیست. خلق بلوچ را به فلاکت کشانده ای، اهواز تشنه مانده و آبی به لوله نیست. بنگر درون کوله آن کرد کولبر، جز نان خانواده او توی کوله نیست. کشتیش و سینه اش به گلوله شکافتی، این را بفهم پاسخ مردم گلوله نیست. این را بفهم پاسخ مردم گلوله نیست. دیدی؟ نگاه کنیم ببینیم این جمهوری اسلامیه. تو ناخدای کشتی در هم شکسته ای، تو رهبر جماعت نالان و خسته ای. بر روی خون مردم خود راه می روی، بر گرده خلایق خسته نشسته ای. سرمایه من نصیب فلسطین و غزه شد، یا دود شد به پای انرژی هسته ای. افکنده لنگ پیش تو ضحاک و هیتلر، از پشت دست خولی و چنگیز بسته ای. با پرچمی که نقش بر آن نون و القلم، نان را بریده ای و قلم را شکسته ای. بذر نفاق در دل اقوام کاشتی، ترک و بلوچ و کرد و لر از هم گسسته ای. این کینه تو با همه ایرانیان ز چیست؟ این را بفهم پاسخ مردم گلوله نیست. این را بفهم پاسخ مردم گلوله نیست. دنیا خب دنیای زورگویی است، همه زور میگن، هر کی به توان زور بگه زور میگه. همون که امیرالمومنین فرمود اگر یک زنی به یک افسرش گفت، به یک سردارش گفت اگر یک زنی به فحش داد حق نداری جواب بدی. مرد اگر فحاشی کرد تو میتونی بهش جواب بدی. زن باید سکوت کنی. 40 سال جز خرابی و تحریم کس ندید. 40 سال سهم ملت ما جنگ روی جنگ. در کارنامه تو فقط خون روی خون. بیلان ملکداری تو ننگ روی ننگ. با هیچ رنگ ننگ تو زایل نمی شود، حتی اگر هزار رنگ روی رنگ. کشور سپرده ای به مدیران لنگ و کور، یا کور روی کور و یا لنگ روی لنگ. میراث تو خرابی و ویرانی است و بس، دیگر نمانده است به جز سنگ روی سنگ. چشمان کودکان وطن اشک روی اشک، رخسار مادران وطن چنگ روی چنگ. دریای خون شد این وطن از بس که خون گریست. این را بفهم پاسخ مردم گلوله نیست. اقتدار غیر از زوره. زور یک مقوله است. اقتدار یعنی قدرت مشروع مقبول. اقتدار غیر از زوره. تا روی صندلی ولایت نشسته ای، ملت فقیرتر شده و آس و پاستر. ای روزخانه 5 ریالی در حرم، حالا شدی فقیه و کمی با کلاستر. یک سفره پهن کرده ای از یمن انقلاب، دورش نشسته اند خواص و خواستر. این ملک را چو ارث پدر بلع کرده است، هر کس که آشنای تو هست و شناستر. زیر عبات مأمن دزدان و مفسدان، آن کس که دزدتر
به تو باشد ممازتر. فقه تو جان ما به لب آورد سید علی، نامد علی و شیوه تو امر آستر. آخر بگو که نطفه ناپاک تو زکیست، این را بفهم. این وقتی امر آست میگه اینا از فرهنگ شیعه به ارث برده، ولی امر آست این نیست که شیعیان درستش کردن و علی هم این نیست که شیعیان درستش کردن، لیکن این فرهنگی که به خوردشون دادن. پاسخ مردم گلوله نیست. اون روزی که مردم ما حصار ترس رو شکستن، حصار طمع رو شکستن، کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن. اول انقلاب گردنشو ببینید، الان گردنشو ببینید، شکمشو ببینید. لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشت‌ها رو گره کردن. یه ما بدون آمد باسیر منو میزنه، قانون باسیر رو حقم دفاع میکنه، میاد باسیر منو میزنه. خوش باشد آن زمان که تو را سرنگون کنیم، بیت الفساد ظلم تو را واژگون کنیم. دوزیم آن دهان پر از یاوه تو را، آنگاه بر جنازه تو رقص خون کنیم. پایت قلم نموده ز منبر فرو کشیم، آن چفیه را به گردن تو پاپیون کنیم. آخونهای هرزه به دریا درافکنیم، یاران داعشید از ایران برون کنیم. تا رنکبوت جهل و خرافات برکنیم، کشور به سوی علم و هنر رهنمون کنیم. جای امامزاده بسازیم مدرسه، یا حوزه های علمی دارالفنون کنیم. از نو بپا کنیم بنای پرسپولیس، زنده دوباره تخت جم و تیزفون کنیم. راهی برای خلق. این قسمت اخیرش دوباره مرده پرستی است. به جز این مقوله نیست، این را بفهم، پاسخ مردم گلوله نیست. ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و تجاوز به حقوق انسانهای بیگناه و بیدفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم. ظلم و جنایت چه در قلب اروپا باشد و چه در آمریکا، چه در آفریقا باشد، چه در یمن، چه در سوریه باشد، چه در فلسطین، ما در کنار مظلومان خواهیم ماند. بسیاری از مسائل شرعی به ایمان مردم مربوطه، بسیاری از مسائل شرعی عبادت فردی هست، مربوط به خود طرفه. من همه عمرم بود دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم، زیر بار ظلم و دروغ نرم. روی صحبت من فقط با ایمان نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره از شرافت توی دستش. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. بله آقای حالو خدا خیرش بده، اگرچه بعضی از کلماتش موافق نبودم که حاشیه زدم، لیکن عموما حرفاش حرف حق در مقابل سلطان جائره. حمل تانک به طرف فرودگاه زاهدان، جمعه نگران چی؟ نگران واقع جمعه آینده می باشد. امروز 18/8/1401 حمل تانک به سمت فرودگاهی یکیش، دومی هم جلوتره. عرض سلام و احترام خدمت خانواده شهدا، والدین، مادر و پدر، همسران شهدا، فرزندان شهدا، عزیزان و خویشاوندان شهدا و مجروحین که احتمالاً تشریف داشته باید.
عرض هم تسلیت هست. به هر حال غم گرچه عزیزان شهید بودند و ایشان شهادت در شهادت این عزیزان کوچکترین شک و تردیدی در قلب نیست، ولی باز هم شهادت این عزیزان غم و اندوهی به دل همه جامعه ما و خصوصا خانواده شهدا، والدین شهدا درد سنگینی گذاشت و لحاظ تسلیت برای همین هست که الله تعالی این غم از دل شما بردارد و شما را تسلی عنایت کنه و به شما اجر و صبر مضاعف و رحمت ویژه و خاص به شما عنایت کند. انشاءالله که این رفتگان شفیعانی برای والدینشون باشند و خداوند چون این مقام رو نصیبشون بکنه. این عزیزان بیشتر در مصلا به شهادت رسیدن، در محل نماز. توی خیابان هم تعداد از عزیزان به شهادت رسیدند که همه برای نماز آمدند و طهارت کردن، وضو گرفتن یا غسل که سنت انجام دادن و به مقصد به قصد نماز. و کسی که برای نماز جمعه طهارت می کند و می آید به منزله اینه که احرام می بنده برای حج و می رود، چون از فرایض بزرگ در اسلام نماز جمعه است. برای اقامه نماز آمدم، برای اقامه فرض نمازم تمام شد الحمدلله. بعد از نماز این حادثه پیش آمد و همه می دونم که این مردم به ناحق کشته شدند، مظلومانه کشته شدند و الان مسئولان هم استانی و هم مسئولان کشوری اذعان دارن و اعتقاد دارن که مردم ناحق کشتن. روی همین اینجا هم پافشاری بر همین موضوع بوده که این عزیزان شهدا مجروحین ظلم بر سر اینها انجام گرفته و به ناحق بوده و تا او زمانه که مسئولان این جنایت محکوم نکنن و تا او زمانه که عاملین این کشتار مامورین، اونایی که نر فرمان دادن، دستور دادن تا اینها به مجازات قانونی نرسن و معرفی نشوند به دادگاه، به مقامات قضایی و به مجازات قانونی نرسن، ما به هیچ چیزی رضایت نمیدیم و راضی نیستیم و گفتیم که حق کا اللہ تعالی نصرت میکنه، یاری میکنه و خدا وعده کرده که و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. هر کسی که مظلومانه کشته بشه الله میفرماید که من ولی او را کمک میکنم تا به حقش برسه. الله وعده نصرت کرده. الحمدلله تا حالا این قضیه و پرونده پیش رفته تا حدود و اونها یک ردیف را ملامت کردن، ولی به هر حال گفته شد که خانواده شهدا و مظلومین به یک ردیف تنها راضی نمیشن تا تمام کسانی که از اول تا آخر دست دارن تو این قضیه باید همه ملامت بشه. شما هم اعلام بکنید که نمحکوم هم. اولیش خود ولی فقیه، خود خامنه ایه.
جنایت انجام گرفته و بعضی پیشنهاد دادن که ما حاضریم که دیگه اینها را پرداخت کنیم. گفته به دیگه راضی نمیشم. مردم روز جمعه همه اعلام شد، اینجا هم حسابی باز شده است و گفتن که این خانواده شهدا فرزندانشون برای تحصیل مجروحان به هر اندازه که مردم مساعدت کنه و مردم کمک میکنیم ولی از شما پول نمیگیریم مگر اینکه شما از طریقش بیایید، از راهش بیایید، چیزی که میتونه مقدار تسلی بکنه، تسلی باشه، محکومیت جنایت. و این که شما میگه به پاسگاه حمله شده و 150 نفر به پاسگاه حمله کرده، بعضی سلاح داشتن، این نشو میخواد توجیهی درست کنه و حالا میگه که اونهایی که تو مسلم بیگناه کشته شدن، مگه نه اونهایی که تو مسلم بیگناه، اونهایی که تو خیابان هم بیگناه کشته شدن. خب اگه میگه اینا اگر سلاحی داشتن که به پاسگاه آمدن، چرا یک ماموری کشته نشده است؟ کسی که سلاح بداره میزنه و لحاظا معلوم میشه که اینا سلاح نداشتن. مستند نشان میده که تیراندازی که شروع میشه عده جوان به سمت پاسگاه کشیده میشن، سنگ بر میدارن، پرتاب میکنن و صحبت همین بوده که شما از رای حقیقت بیایید، از رای واقعیت بیایید و درخواست شده که مقامات بالا رسیدگی کنن. وزیر کشور آمده، هیئت از مجلس آمده، هیئت نمایندگان استان آمده. همه اینها برای ماستمالی است، همه این کارها برای که قضیه را ماستمالی کنند، درست مثل 30 سال قبل. ولی بالاخره طول کشیده. هنوز اینها حالا اینجا هرچه مذاکرات صحبتی بوده از این طرف که نمایندگی شما را کردن، قبول نکردن، گفتن که شما از راه راست بیایید، حق و حقیقت و واقعیت آشکار بشه، اعلام بشه که این مردم تجزیه طلب نبودن، این مردم گروه که تویشون نبوده و چیزی که اعلام شده. آیا کست تسخیر پاسگاه را نداشته، چرا شما دروغ درست میکنه؟ واقعیت بگید که مردم شما بالاخره این جنایت کردن، حقیقت شما بگید که دل مردم تسلی بشه و اینها باید به مجازات برسن و تا این بعد خسارات مالی و جانی بعد هست. اولی مرحله طی بشه و الحمدلله الان نزدیک آمدن به همین مثلا. ما امیدواریم که کم کم به اینجا برسیم به این نتیجه و مطمئن باشی که نمیرسه. یه سریشومی سر همه میمالن تا اینکه مسئولیت از خامنه‌ای و بیت رهبری دور کنن. بقیه هرچی باشه براشون مهم نیست. چه که مهمه در این باب بالاخره او مشکلاتی که قومی هستن، مذهبی و الان به هر حال در ایران یک خیزش بزرگ انجام گرفته روی همین مسئله که سر به سرند و انباشته شدند و رسیدگی نشده. ملت ایران هم از تبعیض شکایت داره، از نبود آزادی شکایت داره و ملت ایران از نبود عدالت شکایت داره، از برابری بین این اقوام، مذاهب و همین شکایت را ما داریم، جامعه ما هم داره. ما هم از بی‌عدالتی، از نبود آزادی و از تبعیض، نابرابری و ما گفتن که شما حکومت ما را کشته، ما را ماموری نکشته. چرا که حکومت وقتی که بین ملتش تبعیض قائل باشه، حاکمیت وقتی بین ملت تبعیض قائل باشه، نتیجه شمیله. اگر تبعیض نبودی، مامورین از هر دو، از همه اقوام بودن، از همه مذاهب بودن، رعایت ما را می کرد، رعایت مردم ما می شد
وقتی که یک دست باشه نتیجه غیر از این به دست نمیآید. اون کسی که تبعیض بر سر ما آورده او ما را کشته و اصل همون مطالبات که مطالبات حل بشه، مشکلات حل بشه. امروز همونطور که مولانا فرمودن شما تنها نیستی. این مرگ که اینجا آمده شهادت این مثل یک مرگ نیست که کسی تو بیمارستان مرده، مریض بوده مرده توی خانواده. نه، اونجا او تنهایه. اگر کسی همدردی بکنه او نزدیک خویشاوندان میای همدردی میکنه. امروز تمام ملت ایران در این مسئله با شما همدرد و نه تنها ملت ایران بلکه بیرون از مرز و بیرون تمام آزادی خواه، انسانهایی که آزادی خواهند، انسانهایی که عدالت خواهند، انسانهای منصف دنیا، همه دلشو برای شما میسوزه، تک تک دنیا. و برای مردم زاهدان حالا دنیا واصل شده، دنیا جدا نیست. توی روستاها میدانه که اینجا ناحق مردم کشته شده، توی آخرین نقطه دنیا میدونن که شما ناحق کشته شده مظلومانه. اینجا او افرادی که در خاص کشته شدن عین مثل همه مردم زاهدان. اونجا هم یک مامور زخمی حتی نشده، یک تیر شلیک نشده است به فرمانداری. وقتا سلاح داشتم و سلاح داشتم، کسی که سلاح داره سلاح را برای شلیک برای دفاع با خود همراه میاره. اگر داشتن یکی را میکشتن. و جریان خاص هم مظلومان و مردم زده شدن و به ناحقشون زدن. سنگ را اونجا سنگ پرتاب کرده، سنگ را با گلوله جواب داد. اینجا هم مستنده که نشان میدن همین سنگه، ولی ما میگه این سنگ مستند اول اینه که تیراندازی شروع میشه و مردم به پاسگاه کشیده میشه. و به هر حال ما بغیر از حق و بغیر از حقیقت و بغیر از انصاف هیچ چیزی دیگه نمیخواهیم. ما انصاف هم میخواهیم، چیزی که دل مردم ما را، دل مادران داغ دیده این شهدا را، همسران شهدا را، فرزندان شهدا را تسلی میکنه. عدالت هست، حق و انصاف. از رای انصاف بیان، از رای واقعیت بیان، دل تسلی میشه. و به هر حال این یکی از خواسته های، کل خواسته ما این نیست. خواسته دیگری ما اینه که بالاخره این بی‌عدالتی، تبعیض، بی‌انصافی که در میان ملت ایران اعمال میشه اینها برداشته بشه و ملت ایران آزادی داشته. چرا که ما انقلاب کردیم. شما حالا بسیاری جوانان که بعد به دنیا آمدن بعد از انقلاب، ولی اون زمانه خیزش 77 و انقلاب 77 برای آزادی بود و گفت مردم آزاد باشه، آزادی کلام، آزادی بیان و آزادی انتقاد، آزادی حرف. و خاصشون انقلاب 57 نه 77. ملت ایران همون آزادی رو میخواد. آزادی حق ملت ایرانه، عدالت حق ملت ایرانه و مساوات، برادری، برابری حق ملت ایرانه. همه اقوام ایرانی، همه مذاهب ایرانی، حتی ادیان، اقلیت های دینی که اینجا هستن حق و حقوق دارن، حقوق رعایت بشن. و آزادی زنان، حق و حقوق زنان، بالاخره حق و حقوق زنانه که زنان مورد تبعیض قرار نگیرن و حقشون داده بشه، تفاوت بین مرد و زن قائل نباشه. و
در حقوق همه مساویان، در حرمت همه برابران، همه انسانان و اینها عدالت خواهی این مهمترین راه خدا هست که این عزیزان جان دادند و تمام کسانی که در ایران شهید شدند برای عدالت خواهی و برای انصاف، برای آزادی. ما دعای مونینه که همه را الله مغفرت کنه و درجات اونها را عالی بگردانه و خوابهای زیبای دیده شده در رابطه با این شهدا و همونطور که قرآن هم اینجا خوانده شد و دوستان فرمودن این خواب دیده شده که آن حضرت تشریف آورده حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و تسلی داده که اینها همه پیش ما آمده و لحاظا ما هم همین اعتقادمون هست و گمانمون هست که اینها پیش خدا رفتن، به رحمت الله پیوستن، درجه عالی کشف کردن. اینها خوشنوده که برگاه الله رفتن و هیچ وقت در دل اینا تمنای نیست که کاش با ما بودن، کاش اینجا زندگی میکردن، کاش در محل زن و بچه و والدین بودن. اینا جای بهتر الله تعالی به اینا عنایت کرده. به همین حال دوستان زحمت کشیدن، بعد رفتن تهران، هیئت رفته و وکیل اونجا، 3 وکیل از اونجا پیدا کردن، 1 وکیل از اینجا و این وکلا و زبان شما هستن که این حقوق شما را پیگیری میکنن. اینجا هم یک شعبه تشکیل شده برای رسیدگی همین مسائل که شکایت شما را گوش کنند و وکلا که قانون بلد و واردن حق و حقوق شما را تلاش کنند و بالاخره آنچه که خواسته شما باشه، بالاخره که صاحب حقی در که شما ظلم شده باید به شما داده بشه. اونایی که کشتن شما را، ما را، باید اینا به میز محاکمه، پای محاکمه بیاین و باید پاسخگوی اعمالشون باشن و باید به مجازات قانونی برسن، مجازات شرعی برسن و این مسئله باید پیگیری بشه از لحاظ قضایی. در این جریان اتفاقی که پیش آمد همین بود که از اینجا اعلام شد همین که امنیت حفظ بشه و هیچ کسی را نکشه تا این جریان مشخص کنه که کشت ما را، مردم ما را، نمازگزاران و برای چه کشت و لحاظا اگر هر جو مرد بشه و افراد خیلی واضحه که کشت. دولت به رهبری خامنه‌ای دستور خودش مردم کشت تا اینکه بلوچ ها را عبرتی برای دیگران قرار بده، تا اینکه انظار از شهرهای مرکزی ایران که هموطنان عزیز ما بر علیه این رژیم خونخوار به پا خواستند، این انظار رو منحرف کنه، به جنگ مذهبی تبدیلش کنه. موفق نشد، به جنگ قومی تبدیلش کنه در کردستان، بازم موفق نشد، الحمدلله تعالی. الان خدای داند که در دنبال چه فتنه دیگری هست. این باندهای خبیث روحانیت مدعی تشیع از روزی که ایجاد شدن، از زمان صفوی تا الان در ایران کارشون فتنه بازی بوده. ولذا ابن تیمیه میفرماد که ان الشرور العظیم لا تخرج الا منهم، شرارهای بزرگ ازشون خارج میشه، شرارتهای بزرگ ازشون خارج میشه. هر چی که فتنه و فساد در اسلام بوده زیر سر اینها و از شاگردان اینها بوده. این مشخصه. ناحق کشته بشن قضیه لوس میشه. اینه که امنیت الحمدلله حفظ شده تو استان و ما امیدواریم که او کسانی که این مردم عزیز را
به ناحق کشتن به میز پای محاکمه بیایند و انشالله اونها به مجازات شرعی و قانونی که مایه تسلی خاطر شماست انشالله. در ایران هرگز هم چیزی رخ نخواهد داد تا زمانی که این حکومت باورجاست هرگز دوستانش رو زیر پای محاکمه به خاطر بلوچ‌ها و کردها نمیکشه. برسید شما به این مثلا و خوشنامت میگیم خدمت همه شما و دعای مال همینی که الله بهترین رحمت ها را بر شهدا بر همه شما نازل بکنه و به شما اطمینان میدیم که انشالله هم کل این مجموعه معامه علمای عزیز اساتیش علمای بزرگوار و ریش سفیدانی که همراهی میکنن تو این مسئله بسیار ریش سفیدان هم الحمدلله ایستادن و همراهی میکنن همت کردن بسیار از تحصیل کردگان و جامعه این مسئله اتفاق گرچه مصیبتی بود اما برکاتی و خیر بزرگی داشت که مردم ما با هم جمع شدن و نزدیک شدن بسیار اختلاف ها را حل کرده اختلاف های داخلی را حل کردن و به آسانی حل کرده و الحمدلله انسجامی آمد و این انسجام خیلی برای حیاتی و مهمه. بیداری آوردیم مثلا ما را جامعه ما را از خواب بیدار کرد نه جامعه علت خوابی جامعه سکوت اهل علم بود. اهل علم باید به خصوص خودش جناب عالی 30 سال پیش چون عبرتی رو میگرفتن. من نمیخوام نمک به زخم بپاشم ولیکن علتش این بود، یکی از علتهاش. انشالله این بیداری به نفع جامعه است، به نفع ملت. بیداری حیات و غفلت مرگ. آدم که غافل باشه از مسائل و از وظائف و از رسالت و از مسئولیت ها این مرگ ملت ها است. ولی بیداری حیات و زندگی الحمدلله حیات بخشید. خون شهدا در جامعه ما روح دمید و حیات آورد و امروز تمام زنان بیدارن، تمام مردان بیدارن، کوچک و بزرگ و جوان و پیر مرد بیداره و ما به شما اطمینان میدیم که تا آخر این موضوع پیگیری میشه و ما گفتیم اینه را که ما نمیتوانیم زندگی بکنیم اگر اینطور هر کسی بیاید و مسلسل باز کنه سر ما و بکشه و بره که زندگی نمیشه و ما زمان میتوانیم که زندگی بکنیم که احساس امنیت بکنیم و تا اون زمانی که تبعیض هست، نابرابری هست، تبعیض تحقیره و تبعیض یک قوم و ملت را به انزوا میبره و ما این عللهای اصلی مسائلان و باید اینها برطرف بشن و ما مطمئن باشیم و اطمینان ما زمان است که یکی از اطمینان همینه که قاتلان به مجازات همون که اینجا یکی از خواهران گفته که قاتلان باید قصاص بشن و همون شخصی که این انسان را کشته از لحاظ مجازات شرعی حکمشون قصاصه و اگر چنین عدالتی در این کشور وجود می داشت این مسائل رخ نمی داد. خواسته های همه من همینه. مجازات اسلامی که میگیم یعنی همون قصاصه. وقتی قصاص نشن مردم حق دارند خون خود را به دست خود بگیرند. چرا اینو نمیفرمایید؟ شلی قاتلان مجازات بشه تا آینده دیگری کسی بلند نشه به ناحق مردم نکشه و انشالله موضوع پیگیری میشه. پیگیری ها هیچ نتیجه نخواهد داشت و ما
انشالله مطمئنیم و امیدواریم که از این پیگیری نتیجه میگیریم، به نتیجه میرسیم انشالله. و انشالله این استقامت. آیا پیگیری های 30 سال پیش نتیجه ای داشت؟ همونطور که اینجا هم دوستان اینجا جایی دارند که همین شهدا را ثبت بکنن و بالاخره امور اینها را پیگیری بکنن، این شهدا را به عنوان یادگار هم داشته باشند، عکس این عزیزان و مشخصات و بالاخره تاریخ و هم شهدای 72 هم در خود مسجد و داخل مدرسه عده شهید شدن و اونها رسیدگی نشد، ولی انشالله این بار اگر اون موقع شما همچین موضوعی که الان گرفتید میگرفتید بهتر به نتیجه میرسیدید. ما امیدواریم که انشالله رسیدگی میشه و او هم با وقتش انشالله او هم باید رسیدگی بشه. هر کسی که این نظام بشناسه میدونه که همچین رسیدگی نه بر بلوچ‌ها و نه بر بقیه ملت خواهد شد. بیانم سرور الفاظ چوی پیجنه یو توی قرآن، دویم توی سنت، دریم توی سنت، سلورم توی شرک. کله کچا تروی مولانا صاحب ته چې دا عمل کې دا قرآن کریم کې شته کنه دا 25% وابي دی، کله توی حدیث کې شته دا 50% وابي دی، کله توی سند وایا دا خو حدیث وی سند وایا دا 50% دی، کله توی مشرکی دا 100% سادر بدلری کی وابی. ما هم سنگ افتخار بس نمیزنیم که پیروی از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم. یک شعار دروغین داریم، اصلا امام رو نمیشناسیم. امام ابو حنیفه کی هست؟ کاری میکنیم در زندگی عملی ایمان 100% مخالف با منهج و روش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. در معاملاتمان، در داد و گرفتمان، در تجارتمان، در تعلقات ارتباطاتمان، حتی در حوزه عبادت و بندگیمان، اون شیوه و منهجی که از سرچشمه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته شده با عنوان راه و روش و منهج امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای پیروانش تقدیم شده هست، امروز ما او را فراموش کردیم، چسبیدیم به خرافات و بدعات. هر موردی را که مردم به عنوان یک اصل میشناسن ما دنبال او میدویم، اصلا نمیدانیم که سنت چی هست، منهج و راه و روش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی هست. این موارد را نمیدانیم، به دروغ به زبان میگیم پیروی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم. بعد از اون طرف علما و دعوتگرایی که در برابر بدعت ها بیستن، در برابر خرافات بیستن، موارد ناجایز و ناروا در دین به عنوان عبادت جا گرفته اونها را از میان مردم بردارند. بعد اینجا زبان کثیف هم یک دمی جنباند، اینها وهابی هست. وهابی را میخوایم به شما معرفی بکنم. امروزه هر عالم و دعوتگری که در میان جامعه اسلامی در نتیجه صدا بلند کردنش، در نتیجه دعوت و بیدارگریش اگر لقب وهابی میگیرد، به یقین بدانید که نشانه حقانیتش است. بگین الله اکبر. یکی از نشانه حقانیت علما و دعوتگران واقعی در عصر و شرایط روزگار ما این است: هر عالم و دعوتگری که از طرف انسانهای مغرض، از طرف انسانهای مادیات‌ها و مالدوست، از طرف انسانهای بدعتگذار و خرافاتی اگر لقب وهابی میگیرد، اون نشانه حقانیت اون عالم دعوتگر هست. به گرد دور او بچرخید، حرف او را گوش بکنید، از او پیام دین را بشنوید، نه او انسانهایی که از دین یک دکان ساختن، از دین یک بازار ساختن، به نام اسقاط و دور مرده، به نام ختم و خیرات 37 و 40 سال، به نام ختم خانگکی، به نام پول این و آن، فقط جیب پر میکنن، شکم پر میکنن. اینها بعد علما و دعوتگرای واقعی که این همه سختی و تکلیف را از زندگی مسلمان ها
در روشنایی قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبردارن، با اونها برچسب ناروای وهابیت میزنن، از اینها دور باشین، از اینها متنفر باشین، حرف اینها را گوش نکنید، وگرنه دنیا را همه دوست دارن، پول و مادیات را همه دوست دارن، پلوهای چرب شما را همه دوست دارن، ولی اون علما و دعوتگرایی که دور اسقاط مروجه امروزیتان را در نصوص شرعی رد میکنن، قبول ندارن، یک نوع ضایع ساختن مال میدانن، به یک نوع گناه میدانن، حالا ختم و خیرات 7 و 30 و 40 سالتان را یک کار بدعت و خرافات میدانن، خیراتی که از حج می آید به خاطر از اینکه مردم بدانن فلانی حاجی شده به خاطر مردم ختم و خیرات میکنید، یا به خانه تان چند قاری و ملا را میبرید، بعد از ختم شکمشان از نان گرم سیر میکنید، در داخل پاکت برایشان پول میدهید، اینها را وقتی که رد میکند، اینها همه بر مبنای حق و حقیقت است. اینجا میخواهند این علما و دعوتگرا که شما وقتتان را ضایع نکنید، پول و مالتان را ضایع نکنید و در نتیجه خودتان را گناهگار نسازید. هر کاری که انجام میدهید بر مبنای انگیزه و نیت خدایی انجام بدهید. امروز چقدر انسانهایی که از آدرس علم و علما فقط از دین و علمشان دکان و بازار ساختن و شکمشان را پر میکنن، جیبشان را پر میسازن، باعث بدنامی علما و دعوتگران شدن. 4 نفر به دور اسقاط با لنگه های کلان با ریش های دراز می نشینن، قرآن شریف به دستشان، 2 چشم به طرف پاکت است که انسان بی سر و پای دیگه دوره می دهد، به او دست از او تقدیم می کند، با دل خوش بر می دارد و می رود، آخرش هم باز می کند 50 افغانی داخلش. تو نمی شرمی، خجالت نمی کشی؟ این آبرو و حیثیت علمی که خدا برای تو داده هست چطور به بهای 50 افغانی می فروشی و به زمین میزنی و به خاک یکسان میکنی و از طرف دیگر یک عمل نامشروع را مرتکب شدی، عملی که اصلا شرعا مشروعیت ندارد. این طور دور اسقاط تو. بنابراین یکی از نشانه حقانیت علما و دعوتگران واقعی این است که امروز برای اونها برچسب وهابیت زده می شود. این نشانه همیشه در ذهنمان باشد. یادی از مولانا مجیب الرحمن بکنیم، خدا رحمتش کنه. چرا اینقدر از امارت و حکومت اسلامی یا حکومت طالبان حمایت میکنید؟ آیا همه کار اینها درست است یا خیر؟ سوال خیلی مهمه. خب کسی که این سوال کرده، خب من سوال میکنم از امارت اسلامی حمایت نکنم، من فعلا از کی حمایت کنم؟ این سوالیه دیگه. بگو یک حکومت دیگر که من از او حمایت کنم، بگو یک حکومت دیگر تو نشان بده دیگه. اما در ادامه سوال تو، در ادامه، امروز افغانستان به دنیا عزیزان من سربلند شد. سربلندی افغانستان. 40 کشور کافر آمده بود، نقشه های 100 ساله داشتن، همه نقشه های اینا به هم ریخت. امروز برای ما و تو بهترین شرف، بهترین افتخاره که در این سرزمین ما کافر نیست، اشغالگر نیست، بیگانه نیست، یهود و نصارا نیست. خب جزء بعدی سوال تو، کسی که سوال کردی، این میگم، گفتی آیا همه کار طالبان درسته؟ طالبان کی گفته معصومن؟ همه فرشته هن؟ همه افراد امارت اسلامی آدم خوبی هن؟ به صدر اسلام همرکاب با پیغمبر صلی الله علیه و سلم 1000 نفر به یک راه برفتن رو به طرف احد، از بین 300 تا منافق بیرون شد. به بین طالبا و امارت اسلامی میخوایی که همه فرشته باشن؟ نه کاکا، همه فرشته هم نیان، هم آدم خوبی هم نیان، همه بالآخره متعهد و بالآخره مخلص هم نیان. به بین امارت اسلامی فسق خورم داره، فاجر خورم داره، بدبخت خورم داره، دزد خورم داره، یغی و سرکش خورم داره. اما حکومت طالبان تا حکومت رژیم گذشته غنی و امثال از او یک تفاوت داره. رژیم گذشته اکثرا خراب بودن، بین اینا خوب بود. رژیم فعلی که امارت اسلامی اکثرا خوبن، بین اینا هم خراب هست. فکر نکنید که اینا فرشته ها از آسمان آمدن. خود چرا یک کمیسیونی ترتیب شده به نام تصفیه،
تا به حال بیش از 600 نفر از طالبات تصفیه شدن، از بین امارت اسلامی بیرون شدن. این معنای چی میده؟ معنای این میده که بالاخره بین اینا هم کسانی است که سوء استفاده میکنه، مردم آزاری میکنه، مردم رو بالاخره رنج میده، ظلم میکنه، بیعدالتی میکنه بین اینها، ولی تصفیه جریان داره. در ابتدای هر حکومت مشکلات خود رو داشته. این که برادر سوال کرده آیا همه کار اینا درسته؟ همه کار صحابه هم درست نبود. یک کلمه فقط، بعد از انبیاء علیهم السلام، بعد از انبیاء علیهم السلام دیگه هیچ کس معصوم نیست. صحابه اشتباه نکردن؟ اشتباه کردن. صحابه نفر رو به ناحق نکشتن؟ بله بکشتن. صحابه بالاخره از پیش اینا اشتباهات سر نزد؟ بله سر زد. الله سبحانه تعالی با تمام اشتباهات صحابه الله سبحانه تعالی اونا رو عفو کرد، بخشید. ولقد خود علی علیه السلام میفرماید که من بالاتر از اشتباه نیستم. عفا الله عنهم. به این عزیزان و بزرگواران پاسخ این سوال اینه که سوال کردید چرا شما از امارت اسلامی حمایت کردید؟ گروه بهترتر شما نشان بدهید که ما برم دنبال از اون. یک. دوم، آیا اینا اشتباه نمی کنن؟ بله اشتباه میکنن. تا به روزی که حکومت اینا باشه اشتباه میکنن، چون این هیچ کسی قول رو داده نمیتونه. ما سر این منبر شیشته میگم که شاه آیه و حدیث میگم 21 سال و بیشتر یا کمتر میشه هیچ اشتباه نکردم؟ بدون شک اشتباه کردم. حرفای شاید گفته باشم که هیچ موافق با شریعت اینها بوده یا نبوده، اما نفهمیدم، ندانستم. در حکومت اسلامی هم عزیزان و بزرگواران این توقع شما ایر نداشته باشیم که دیگه تمام اون 21 سال میشه رژیم خراب، نظام خراب، ادارات خراب، تمام کشور خراب، در به در به مرور 4 ماه بیایم کل مشکلات حل بشه؟ همین مسجد رو یک دفعه خراب کنیم، در و دروازه و پنجرهای بشکنیم، همین به چند روز تیار میشه؟ به 2 ساعت تیار میشه؟ وقت میگیره، همه گپا، همه برنامه ها. پس به این عزیزان و بزرگوارانی برادری که سوال نمودن، سوال اینا درست، اما جواب اینه که ما باید یک لحظه فکر بکنیم. یکی از علمای بزرگ فلسطین یک نکته را اشاره میکنه، میگه اگر فلسطین وقتی که فتح دیده، این پیروزی دیده، میگه اگر فلسطین در کنار افغانستان میبود تا به امروز بیت المقدس در اشغال نمیبود. کاش میگه بیت المقدس در کنار افغان ها می بود یا افغان ها در کنار بیت المقدس می بودن. امروز امت اسلامی تمام چشم و امیدشان به طرف ملت قهرمان افغانستان، به امید آن روزی که امروز امارت اسلامی در افغانستان حکومت میکنه، پرچم زیبای امارت اسلامی و حکومت اسلامی بر کاخهای ستم دیده و اینها بلند بشه. این عزیزان و بزرگواران، این نیست که من بالاخره بارها و بارها بگفتم خدایا تو شاهدی که من به خاطر اینکه طالب از من خوش بشه یه حرف نمیزنم. طالب بیای از من خوش بشه، بیام تعریف طالب و طالب و طالب داشته باشم، ولی طالب نقص خورداره، نواقص خورداره، مشکلات خورداره، اما وقت میخواد تا اینها حل بشه، تا اینها حل بشه. میبینیم امروز چقدر کفار دندانهای خود رو تست کردن سر این ملت مظلوم و بیچاره، محاصره اقتصادی، محاصرات گوناگون و بالاخره ملت گرسنه، بالاخره پا برهنه‌ای که دشمنان اسلام فهمیدن قهرمانی ملت، شجاعت این ملت. خدا رحمتش کنه. دوستان، همچنان که میدونید من با هیچ حزب و گروهی در بیرون نیستم، لیکن هر کسی که از ملت مظلوم ما دفاع کنه کلیپاشو میذارم.
صاحب دلین دین پروران آ جنگول و سرخمسین لران تی نوجوان گون شیری چو چران چو براز گران چو اشکران ولی پشتان نکین زن تکران صد مرحبا تی مادران که شیر دیند یه شیر گلران بلکه کفند روی چه گران بخشن سراپا برادران تی محلکانی دختران آهو رواج زنبران چیرن چه چشم افسران گو پشک و سریگ و چادران ای مکران تا هجبر مبات لیمران تا محتاج مبات هجبران تی صاحبی گپ و تران ایرن پا کوهنه دفتران گونن گشوکن شاعران چو شینگن مکند و کشوران. درود بر شما. سلام بر استان شعله‌ور سیستان و بلوچستان. سلام بر زاهدان مجروح ولی به پا خاسته. سلام بر مظلومستان. سلام بر پاره تن ایران. در این سالها حاکمان عمامه‌دار تا توانستند بر پیکر سیستان و بلوچستان تازیانه کوبیدند و فرزندانش را به دار کشیدند تا توانستند بر جسم و جان سیستان و بلوچستان تیر و تبر زدند. سرمایه‌های این سرزمین رو به یغما بردند و شهرهاش رو ویران کردند، اما بلوچستان استوار و سرفراز ایستاده است و برای بازپس گرفتن حقش از آخوندهای چپاولگر می جنگد. وقتی خامنه‌ای در 8 مه فرمان کشتار فرزندان سیستان و بلوچستان را صادر کرد، تصور میکرد که این سرزمین تبدار در زیر حجم فاجعه کمر خم میکند و شعله‌های عصیان در زاهدان خاموش میشود، اما خون شهیدان بلوچستان در رگ‌های خواهران و برادرانمان جوشید و مردم سیستان و بلوچستان به جای در هم شکستن فرو رفتن در بهت حیرت دلاورانه به پا خواستند و با فریاد مرگ بر خامنه‌ای حماسه عصیان علیه ولایت فقیه را باز تکرار کردند. آری وقت عزا نیست که هنگامه خشم است. اکنون تمامی شهیدان سیستان و بلوچستان از خدانور لجعی تا مونا نقیب معصوم و بیگناه به تعداد همه قیام آفرینان تکثیر شده‌اند و دوشا دوش تمامی مردم ایران در کردستان و تهران و خراسان و عراق و تمامی شهرهای شورشی ایران با خامنه‌ای ضحاک می جنگند. سیستان و بلوچستان تنها نیست، زاهدان تنها نیست، چابهار و سرابان تنها نیستند. اکنون تمامی ایران است که فریاد میزند از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. و با شهادت راه آزادی برای آزاد کردن خاک میهن از استبداد آخوندی و برقراری آزادی و عدالت و برابری پیمان می‌بندیم. ایران آزاد خواهد شد. سیستان و بلوچستان سرفراز در جمهوری دموکراتیک ایران دیگر بار در آبادی و خرمی ایران آزاد خواهد شد. پاد بلوچستان، پاد ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. آخوند منتجب نیا به آخر خط رسیدیم. رئیس جمهوری که شعار میداد ما با گشت ارشاد مخالفیم، ما با
ها مخالفیم. اینیم که به شدت گشت ارشاد رو راه انداختن و دارن با وضعیت خیلی بدی با مردم برخورد میکنن. مأموره آمده دست دختر گرفته همینطور کشان داره میبره بیرون یا بغلش میکنه میندازه. خب تو میخوای 4 تا نخ موی اون پوشیده بشه، دختر مردم رو چجوری تو بغل میکنی یا دستشو میکشی؟ این حرکتان نشان میده ما به آخر خط رسیدیم. آقای عبدالحمید ثانی: حاجت را مستقیم از خدا بخوایم. زمان 4 دقیقه. استاد طباطبایی: مقصود این که این حال باید در انسان باشه که حالت تسلیم در برابر حق تعالی داشته باشه. ما مجبوریم که قدم به قدم از این مشعل هدایت، یعنی قرآنی که برای ما آمده، استفاده کنیم. و الا بشر به خودش بذارن تو خود به اول گفتم ای میبافت بخصوص درباره دین. خدا یک حقیقتی است بسیار دور از ما، ماهیتش، حقیقتش، جنسش، ذاتش این درسته، لیسا که مثلش. بنابراین ما واسطه میخواهیم. خب اون واسطه ها چی؟ اونا مثلا اون فرشته ها، اون پیامبرایی که شما واسطه میخواین بکنین، اونا چی؟ اونا جنسشون از جنس خداست، یه خود رقیق تر، مثلا خدا یه خود غلیظ‌تره. اونا هم مثل تو مخلوقن. ببین وقتی به فکر بشر بدیم، کار بدیم دستشون، واسطه ها رو اونطوری میتراشه. ولی وقتی که میگیم تو کتاب خدا ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، ای انسان‌های بیچاره، اینایی که غیر از خدا میخوانید واسطه کردید، اونا مثل خود شما، اونا ذاتشون غیر ذات خداست، اونا بندن مثل شما، از خود هیچ ندارن، فقیر محضن مثل شما. وقتی کار دست خدا بدیم میگه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. اون مورد معتذر که افتاده اونجا، ما از شما بهش نزدیکتریم، ما شما جو حضور داریم نمیبینیم. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. خدا محیط به شما در علم خدا دارید زندگی میکنید، علم خدا محیط بر پس خدای حاضر و نزدیک و مهربان و ارحم الراحمین واسطه نمیخواد. فاستقیموا الیه، مستقیم به سوی او روید، واستغفروه، و از او آمرزش بخواهید، و ویل للمشرکین، و وای بر مشرکان. وقتی میاد تو کتاب خدا این قضیه چیز دیگه میشه. دست ما که هست میگیم مشکل پیش آمده، همه پناه ببریم به قبر فلان کس تا رفع بلا بشه، همه پناه ببریم با آقای فلان که رفع بلا بشه. ولی وقتی میاد تو کتاب خدا قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، بگو من در برابر خدا هیچ کسی نیست که منو پناه بده، هیچ گریزگاه و پناهگاهی خود من که پیامبرم عرض کنم که غیر خدا پناهگاهی نمیشناسم. اون خدا که نادیدنی است، محیطه، به همه اشیا نزدیکه، یرا ولا یرا، یخلق ولا یخلق، میبیند و دیده نمیشود، خلق میکند و خلق عقل ما نمیفهمه. انبیاست میارن، تمام حرفایی هم که تو دنیا راجع به این چیزاست همه به تلقین انبیا بوده. اونا آمدن و گفتن، یه دسته فلاسفه هم دنبالش گرفتن، یه چیزای از خودشون بافتن، یه قسمتش که موافق با تعالیم انبیاست درسته، بقیهش خیال بافیه. عرفا یه چیزایی گفتن، محبت خدا چیزی فهمیدن، بعد زدن به اینکه من با خدا متحد شدم، حلول و اتحاد و این چرندیاتی که مال خودشونه، افکار بشری است. الله خالق کل شیء لیس کمثله شیء، خالق اشیاء، مثل هیچ کدوم از اشیا نیست، نه زاده میشه نه میزاید نه چیزی هم های او و کف اوست. خدای انبیا رو باید پرستی، بعد حواسمون جمع باشه، دینمون دست بشر ندیم، دین از سوی آسمان آمده،
به وسیله انبیا خدا معلم فرستاده. این پیام لب پیام ماست. 30 سال 40 سال من دارم این حرفا رو میزنم. اکثر شاید، حالا اکثر نمیتونم بگم، بسیاری از مردم تهران و خیلی از شهرستان هم شنیدن، ولی باز ما چشم باز میکنیم. این محرم اومد در دیوار پر از شتر و گاو و پلنگ میشه. بابا شخصیت امام حسین یه بنده پاک خداست که در این راه فداکاری کرده و خواسته دین احیا بشه، خواسته حکومت دینی تحریف نشه، خواسته سیاست دینی سیاست دنیوی نشه، بر طبق نظام الهی مردم اداره بشن. باز دوباره دیدیم زنجیر زنی و غمه زنی، پس فردا حالا در میان سنگ ها و طبل ها و کجا صدر اسلام اینا بوده؟ اینا همه غیر الله غیر الله. اما گوش کیست که فرو بره؟ خدایا به فضل و رحمتت به ما عنایت کن، توفیق بده که بیش از پیش خالص و مخلص. خداوند از شر و شروران حفظش کند. به بازی گرفتن دین، اون پاداش ها یا جزاها نتیجه و عکس العمل اعمال دنیاست. مزرعه دنیا آخرت رو برای شما. و لذا اینجا همین میگه الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. کافران چه کسانی بودن؟ اونا که دینشون رو به لهو و بازیگری، آقا دور هم جمع بشیم یه چایی بخوریم یه سینه‌ای بزنیم، عرض کنم که گناهانمون آمرزه بشه توسل به امام حسین، که بازی ضمن کسب و کارمونم با هم صحبت میکنیم با رفقا و فردا من میام در دکان تو اینو بخرم اونو بفروشیم. یه بازی است که الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، این کسانی که دینشون رو به بازیگری گرفتن. لهو یعنی کارهای بی اثر، اثر مهمی نداره. لعب هم بازی. روایت جمعه خونین زاهدان از زبان خانواده‌های شهدا، بخش اول. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حاجی نبی هاشم زیون، شهید سامر هاشم زی پسون، عبدالصمد ثابتی زاده و نماز آتیه شد. من این معصوم سید ثابتی زاده فرزند شیرالی، برادر شهید عبدالصمد ثابتی زاده. بنده ابراهیم پرنیان هستم، پدر شهید امیرحسین پرنیان. شهید محمد اقبال شانوازی، 17 سال سن بود، 17 سال بود نبوده، شغلم کارگری بود که براسن که استان آمد استان شاگرد بود. جانب عبدالوهاب شانوازی فرزند حاج محمد شریف شانوازی، برادرم شهید عمر شانوازی معروف به عبدالخالق شانوازی هستم. من ابراهیم شاهبخش فرزند محمد، پدر شهید فرزاد شاهبخش. من برادر شهید محمد رضا علی بیت تازه‌ای هستم. من عبدالعظیم براوی، پسرعموی شهید نعمت الله هستم. من شهید ابوبکر معصوم، ابوبکر علیزی فرزند شکور. من اسماعیل نور براوی فرزند زاهد شهید عبدالغفور نور براوی براسون. بنده عبدالمنان براوی برادر شهید عبدالصمد براوی هستم. اینجا کلاس سوم راهنمایی تازه قبول شد، اولی دبیرستان ها، ولی دیگه پای دبیرستان سر نبود. درگیری جمعه روشن نماز جمعه اولین شهید است با من جنده گوشی ها عکس گرفتن که ثانیه هشتم اولین گلوله بینجاگی سراش پشت سر لگید. اینجا جانماز او شد پر نماز جمعه، نه پر جنگ شد، نه پر اختشاش، نه پر درگیری شد. شهید مثل دانک زاگ منطقه ده یک کشتی سروچه گی بوده
یه 2 سالگی 8 سالگی شاید 10 سالگیه اما شاگردی بوده گسکاری نماز 5 وقت نماز مسجد بوده و جوان نماز ایابی نماز جمعه بوده جمعه روزه که نرستک مسجد مکی و همه دیگه مسجد شده و دیگه روزه راده که مسجد مکی و منوحر دوراده گتن منوحر دوراده گتن من مریضم و اونه بیماری داریم ما بکدر بو من گیسو امیده زنده گیز بو تی جانوازه هش نی جانوازه زور تو راده بو گشتی بابا من گوتی امران مسجد مکی رین شو تو ساعتی نگوست ما امیده نماز سر تلاوت قرآن مش انشاءالله نماز من علیس کفتد هاتن گوشی زنگو و گوشی منزو تقبالش نام گوشی تمن هلو کتباوی دیگری من گویم نیزاگه گوشی تی دسته گوشتی تیزاگه من گوشتی زاگ مسجد تا جنگ بو به جانماز سرات جنگ بو تا من بغل دست مودن نوازی بودن و من چیز کرده پات نامین که گوشته که نگوشی تا نوشته پدر نپسه و پا نپسه زنگه و دیگه عبری گوشته نداد تمام کرده شهید مغازدارن در خیابان جامع جمع در گالری چوب جامع جمع مشغول به کار هستن تا 1366 هستن و تازه تقریبا 1 سال میشه که از ازدواجش گذشته. شهید روز جمعه 8/7/1401 برای اقامه نماز جمعه به محل عیدگاه تشریف برده بودن که این صحنه و اتفاق در اونجا اتفاق پیش اومد. ماره در نیزای دست نماز گرفته شده پا مسجد داره بر نگشته و اما رسی کردن برای بیمارستانه که پرزاد بیمارستان تپی بوده بیمارستانه اما شدن تمام جهان گشتن آخر ایشا پیدا کردن گفتن برای پوتیانیا شدن پوتیانیا تو ای پوت کرد ایشا جتار شب پشت سر غلبیته یه درجه تمام کرده آفتان تو بیمارستان و گفتن سردخانه ما مرزه 25 ساله که بودم متولد 76 شد بعدم همه جنده هم معلولت معلول همه حرکتی و ذهنی همه مثلا یک دست و پاده مثلا تودید فلج دم مثلا راشتن و شان تکم مشکل داشت بعدم که همه گاهی وقتام که شاگرد اتوبوسه همه قسمت جامعه مشانت و جمعه روچه هم همه صبح معلا شد پا نمازه که همه مسلمان هم برن پا مسجد رسینن میگه شاگرد اتوبوس فعالیت بود. در روز حادثه سر همین چهارراه بهشت و کوثر بر اثر اصابت 3 گلوله یک گلوله که به دستش خورده بود، گلوله دوم به سینه‌اش و گلوله سوم از پشت خورده بود. 3 گلوله جایی که تو بیمارستان جایی که میخواستن دفنش بکنن، زمانی که میخواستن دفنش بکنیم از گلوله سوم ما خبر نداشتیم، گفتیم این 2 گلوله است. زمانی که دکتر اومد واسه معاینه که جواز دفن صادر بکنه، دکتر لباسش کشید، پیراهنش کشید و بعدا ما متوجه شدیم بله گلوله سومی که از پشت خورده. دیگه دوستانی که اکثرا که ما دیدیم همشون گلوله از پشت سر خورده بودن. إذا أستاذ ساتيازدات أستاذ رادا وتكريم بنماذا شو تترمم كنت رادا وشت من سرعة وشتاتة سمردين عشان دار رادوتي بياك مسجد مكي جنگوتا سينا فرشيدتا من شمادا ندلالك كيرتو اشتيكني زاغنت شدن بساي قشتن زنگ جنت که ساینا پر شهید تو مسجد مکی یکی مشین ابو بکر پس گشته یه برچین که تیه براته همونشتن به خدا یکی ابو بکرین که شهید تا دیسن اما یک دمی گوست یک کیاته از آگه موتور آورده سوچ کرتو که ابو بکر لگودید ابو بکر تیری بود آتون جا لگا ناکوش مشتاتا تنگوشتو که جی بیتا جی مشت بیا که हमारों बीमारिस्तान
شدیم ارستان خبر دادم بگه که زاک شهید نیزا گوندین و عبده سالت نیزاگره شما گوندی تهن نوت نماز کذای کرتا نه نماز جمعه کذای کرتا و تی 5 وقت نماز کرتا نیکه تو میزاگ بیتا پیست سر تان خون داشته 20 سال شکاره کپتا سچیو زندگیه میگه تو و دیگه نیزاگ من آماده بود پر نماز جمعه صبح غسل کرد لاده گو سبزی هم پوچ گورا کو پشت پوچرم نیزاگا گورا کو سبزی انجام نماز زورتی گشتی ماما من ریم پا مسجد مکی پس چهور نماز بلا با خدا سپرته پا من چایی که من پاده برگردی. شهید عبدالغفور 39 سال سنش 3 زاگ داریم 2 دانک دوغلو فاطمه و علی احمد ایگوندین زاگن شغلیم کاریگریه من خودم خواهش بودم زنگ زدم یه برادرم دیگرم بود اینجا رفت طرف مسجد مکی که درگیری بود سرینا هم رگبار بسته بوده این دوباره دور زد بعد گفت کجا برم من گفتم برو بیمارستان خاتم اونجا رفته بود جنازه دیگه اونجا افتاده بود خیلی جنازه بود یعنی مثلا موقع جنگ عراق و ایران بود همین میگه خون ریخته بود و خیلی جنازه بودن و فقط میگفتن جنازه‌تون رو برداری ببرید. برای ادای نماز عشا به مسجد مکی رفته بود و رسانه های رسمی هم همون لحظه که من این اتفاقات می افتاد چنان وانمود می کردن که هیچ اتفاقی در سطح شهر نیفتاده در حال حاضر و شهر در امن و امان هست. وقتی ما این موارد رو دیدیم خب فرزندان ما هم فکر میکردن که سطح شهر آرامه برای همین تصمیم گرفتم برای ادای نماز عشا به مسجد مکی برم. سراوتیاش غسل کرد دست نماز گبتا شد پا مسجده پا نمازه زاگانی وقدمت چی بیم جوان تا یه تلپاک یه توبی منشی جوابا چیه دین چی بیم گردنانت گیده یک مسلمانی پا ما گوشی از زنگ جتا و ماره خبر ادا که ما زنگ جتن پا ما گوشی شماره جواب داد و شما مردم شهیدی که وقتی به ایستگاه پرستاری مراجعه کردیم اون مسئولی که اونجا حضور داشت من پرسیدم که من ولی امیرحسین پرنیان هستم یک گوشی و یک کارت بانکی که متعلق به من بود آورده بودن چون از روی مشخصات کارت بانکی اسم من رو برای اون مصدوم نوشته بودن. بعد از چند دقیقه من که اینا صحبت کردن با هم دیگه بعد به من گفتن که فرزند شما فوت کرده. بعد از 2-3 دقیقه منو بردن داخل سردخونه و من با جسد خونین پسرم مواجه شدم. بیمارستان واج نزدیک انشاءالله مشابه داشته تا 100 نفر این که اون به اورژانس بعضی به درجه پا شهید بود ماشین تا شخصی ماشین تا پراد و پژو سوابی اورتن بعضی امبولانس بعضی حموده شهید بود را و بعضی به درجه پا بعضی به اورژانس تا شهید بودن کسی تعبیر نگید فلا برگردی هر که جسد دازورت شد. یه چیزایی که من تا خود محصول خودم به سختی و در عصر وقت رسوندم خیابانم خیاو از هر سه طرف محاصره کردن نیروهای بسیج و سپاه. من که میخواستم از خیابان بگذارم به کمک برادرم برم و وضعیت برادرم را جویا بشم به ما تیر مستقیم شلیک میشد. در اون لحظه هر کار کردم تقریبا تا ساعت 10:30 11 شب
من یه خیابان 8-9 متری رو نتونستم رد بشم. چند مرتبه به سمتم شلیک شد و من برمیگشتم. چرا به سمت نمازگزاران شلیک کردن؟ به چه جرمی؟ اینقدر ماموران نمیتونستن خودی رو از غریبه تشخیص بدن که به نمازگزاران شلیک کردن، به جوانایی که برای ادای نماز رفته بودن، به پیرمردهایی که تنها یه جانماز همراهشون بود، یا جوانا که تنها یه جانماز داشتن یا یه لنگ، به سمت اونا تیراندازی کرد. و متاسفانه مسئولین استان به اینا گفتن اغتشاشگر، آشوبگر، به اینا انگ گروه‌های وابستگی به گروه‌های تروریستی زدن. این خیلی جای تاسف داره برام. در حال رفتن به خونه اکثرا گلوله از پشت خوردن. سالی مزاگی بوده، بعدم قص کرده 2 سال ازدواج کرده، اینم خانم 4 ماه برداره که اتفاق گفت و شهیدید. از که من و یک جهت شدن تیر ورد آمدن 1-2 نفری گو ما کمک کردن تا ارتن یک گوشه اشتنی ماشین روشن کردن آزن بنده خدا دیگر یاد گوشتی تمام کردن مسن مردمی. من میگون نه نبراز زندگی برتونو بیمارستان خاتم که برتونو یاد سه کردن گوشتی نه تمام کردن دیم تیرن دیگه شما داورتن فقی ساعت تیریم که لگیتت مستقیم غلبه یک تیری اما یک کل تیر باعثی دیگه شهید. یه جانواز دستشون بود، همه فیلم ها و کلیپ هاشون هست. اصلا کجا تروریست بود، اصلا چرا کشته ندادن؟ یه مثلا از نیروهای دولت کشته ندادن، همه مردم بیگونه بودن کشته دادن دیگه. تروریست بودن، حتما سلاحی داشته، یه چیزی داشته، اینا همه با جانواز رفته بودن که شاید اینی همه دیدن. اینا حرف علکیه که تروریست بودن. ما از اون قبل به ما به چشم بد نگاه میکردن، الان میگن تروریست بودید. تروریستی نبوده، یه جانواز دستشون بوده و رفتن واسه نماز خوندن. اگه تروریست میبود طبق برنامه میرفت، برنامه ریزی میکردن، نه با سنگ میرفتن و جوابشون با گلوله بود. اینا از خودشون حتما اگه تروریست بودن دفاع میکرده، یکی از اونها هم حداقل زخمی میکرده اگر نمیکشتن. اسم گلایش مشکادیش که آقام میزد به چه هدفه، به چه منظور، به چه دلیلی کشته بود؟ زاگی که مثلا میزد 15 سالته، هنگه به اول دبیرستان نرسته خدا ازان. پرونده رفتش مدرسه گفتم، 3 راهنمای قبول بوده، شون دبیرستان ثبت نام کنین. به دبیرستان هم نرسید. دیگه من چی نداری شخیاری فقط خدا امیدوارم که عربی تو جزاب رسینید. بیاری که ماده که نیزاک جتا بیتا عربای دماده تیر بارانی کنن که شم میدرس را جهل بیتا شم ما سواری سنیه. اصلا قابل درک نیست انسان به چه درجه ای از ظلم میتونه برسه، از چه درجه ای به ناحقی. چه اتفاقی مگر رخ داد؟ چرا به نمازگزار باید شلیک بشه، اون هم توی سر و قلب؟ واقعا اصلا قابل بیان نیست که زمانی که گلوله‌ای که به پشت گردن برادرم خورده بود به هیچ عنوان قابل درک نبود برام. کسی که صبحش دیدمش و با پای خودش رفت برای نماز، تو دستان و آغوش ما برگشت خونه. 100 نفر بالاخره 100 نفر کم 50 قومن. تمام خانوادن داغدارن، بعضی از سرپرست خانوادن، بعضی بودن تک فرزند بودن، بعضی از ناناور گسه بودن. زجر باز کشن. شما گمان احساس هم دردیه کنید، بالاخره یک تسلیت یا تداشه 10 ربع ساعت نیم ساعت گمان هنده ترد. ولی چیزی که به خدا معلوم به ما و بی خانوادان شمی دلا خدا خبر داری. خداوند حق شما را از اینها بگیرد و دردهای شما را دوا کند. خب دوستان، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم
ورحمة الله وبركاته.